علی بیگزما جدیدن خیلی خوب شده. علی چرا داری کاندوم میخوری مشتی؟ این کاندوم حیوان. این کاندومه آقات بسته‌بندی اسمارتیسی کاندوم می‌خریده برای آدرمات. این کاندومه پدر اگه این کاندومه. البته شاید برای تو مثلا اینا کاندوم دیدی چون بعد دورت انقدر کوچیکه، انقدر دول داری بعد به آره دورت انقدر که اینو کاندوم می‌بینی. دارکی ببین چند تا معیار دارم. یکیش اینه پسر خوب بگوزه، یعنی مثلا با بلند بگوزه، یعنی مثلا اینجوری دوست کجا داریم میریم آجی؟ چون میکروفون بودم. کجا داریم میریم؟ چه وضعیتی؟ دختر خانم تو سن سالی نداری، الان این زرایی که زدی کلیپ بشه پخش بشه صفحات مجازی زندگی خودت به دو دسته تقسیم میشه، قبل اینکه این گو خوردی بعد اینکه این گو خوردی. خود دیگه قدرت رسانه رو بدونی دیگه. چی رپرها چه غلطی کردن بابا؟ دهنتون محمد رضا شایعه من عاشق تو بودم، چه گویی خوردید آجی؟ چیکار کردید؟ حالمون بد کردید بابا. همین دیگه، شما میرید اونجا ریری اینا میان بالا دیگه. گوبه دستی بگوش نمیشه میگه پیف پیف. من بهترین کس ایرایم ایش سی میاد جنده تر از بستی تو پیک می هم کنید بابا. رفت تو موزیکای امروزی آجی، رفت تو موزیکای امروزی، شاشیده شد تو موزیک امروزی. گوه رفت تو رپ آجی، گوه رفت تو رپ. یارو با اینقدر کونش بیشتر تو دوربین هست تا دهنش موقع آهنگ خوندن.